سوالی هم همین الان تا یادم نرفته. خب من یه سری روابط رو میشناسم، مثل اوپن ریلیشنشیپ، حالا نمیدونم مونوگامی، نان مونوگامی، نمیدونم فلا اینا که حالا تو رابطه های چیزه. یه رابطه ریباند گفتیم، اون ریباند چیه؟ من تا بله. حالا نشنیده بودم اصلا. واژه رابطه فارسیش چی میشه؟ ببینید بعضی از واژه‌ها خیلی رابطه فارسی نداره. مثلا رابطه ریباند رو آها. وقتی می‌خوایم فارسی ترجمه کنیم میشه بلافاصله در رابطه. خب حالا یعنی چی؟ یعنی که من از یه رابطه اومدم بیرون. خب این بیشتر تو روابط آها. عاطفی مفهوم پیدا می‌کنه. یا گاهن تو ارتباط با خانواده‌ام دچار چالشم. بلافاصله اومدم بیرون، رفتم توی رابطه دیگه نشستم که زودم قطع میشه. بهش میگن روابط ریباند. چه جالبه، من این روابط خیلی دوست دارم اگه نه اصلا خوب نیست اتفاقا. من حالا اینجوری هم اگه رابطه عاطفی میام بیرون میگم نه من باید برم درمان شم، من باید اون آسیبایی که دیدم جبران شه فلان اینا. حالا بعدا فکر میکنیم ببینیم وارد رابطه جدیدی بشیم یا نه، آیا بشیم یا نه. ولی نه، ولی میدونم یه سریا از این رابطه میپرن تو اون رابطه که اون درد جداییه رو نکشن. اون چی میگن، بله. فقدان، چی میگفت، سوگواری شما میگفتین، سوگواری اون، آره، سوگ رابطه قبلی رو نکشن، سری میپرن توی رابطه دیگه. خب چیزای جدید تجربه میکنن، اون قبلی یادشون میره و اینا. خب این یه چیزی که باید بعدا در آتش صحبت کنیم. این سابسکرایب کانال ما رو فراموش نکنین که ویدیوهای بعدی که میخوایم دیتیل تر بررسی کنیم این چیزایی که امروز در رابطش گفتیم و از دست ندین. و حمایت هم یادتون نره که با لایک و کامنت و حتی خود سابسکرایب و اینا میتونین از ما حمایت کنین. خب بریم سراغ چه جمله گفتم، خیلی فوق العاده من تو صحبت کردم. سراغ سوال بعدی.